سلام، من شیوا، یه عروس‌کننده موردی. پارت 3. مامان من 3 تا سگ داره که وقتی میخواد سگاشو ناز کنه من جیغ میزنم که منو هم ناز کنه. اون به یکی از سگاش میگه زشت، ولی بقیه‌مونو خوشگل صدا میزنه. وقتی میره با سگاش بازی کنه من حسودی میکنم. یه سگ داره که پسر رو اسمش جکیه. هم جکی عاشق منه هم من عاشق جکیم. ما دوستای خوبی هستیم چون من و جکی اولین پت های مامانم بودیم و زود با هم دوست شدیم. مامان من یه سگ دیگه هم داره که دختر رو اسمش پانیه. وقتی جکی و پانی با هم دوست شدن جکی دیگه به من محل نمیداد، اما من ناراحت نبودم چون جکی دیگه افسرده نبود و خوشحال بود. صبح که میشه میرم این بالای در میشینم تا بتونم جکی رو ببینم. این که این ته حیات نشسته جکیه، نگاه کن چقدر خوشگله. این سیاه بیموه هم الکسه که پانی. ادامه ویدیو رو تو پس بعدی این فالو کن تا گمم نکنی. ممنون.